هیچ لذتی بالاتر از این نیست که شلواری بپوشی که توش خیلی راحت باشی. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای رسم الگوی شلوار بیژامه یا همون شلوار راحتی ما یک مستطیل نیاز داریم در قد شلوار و 1/4 دور باسن به اضافه آزادی 3 سانتی متر و به اندازه 1/4 دور باسن میایم پایین، خط فاق رو رسم میکنیم، 5 تا 7 سان بالا میریم و بیرون میریم و بعد 1/4 دمپو رو از قسمت پایین علامت گذاری میکنیم و به این شکل الگوی قسمت جلو طراحی میشه. برای پشت میتونیم کپی بکنیم همین الگو رو و بعد به اندازه 5 تا 7 سانتی مجددا بیرون میریم و 1/3 این قسمت فاق رو علامت گذاری میکنیم و به دمپا متصل میکنیم. 3 سانت هم بالا میریم برای برجستگی باسن قسمت پشت و این میشه الگوی پشت. برای قسمت کمری هم دور باسن به اضافه 12 سانت در 10 سانت برای نوار کمر برش میشه.